با سلام و درود، مجتبی شهمیری هستم و در این کانال میخواهم در مورد دلایل مرتبط با رد فرضیه مهاجرت آریایی‌ها به ایران طبق تحقیقات جدید علمی صحبت کنم. همونطور که میدانید یکی از مباحث بسیار مهم در مورد تاریخ، فرهنگ و تمدن ما ایرانیان بومی یا مهاجر بودن مردم آریایی است. خود من سالها تصور میکردم که واقعا چه مهاجرتی رخ داده، خصوصا اینکه در کتب درسی ما هم درباره آن صحبت شده. و اگر کسی اون رو انکار میکرد میگفتم تمایلات مثلا ملی‌گرایانه داره یا اینکه واقعا غیر علمی صحبت میکنه. ولی الان تحقیقات علمی چیز دیگه رو نشون میده. تحقیقات متعددی در مورد علوم ژنتیک، باستانشناسی و همچنین زبانشناسی انجام شده که نشون میده که واقعا چه مهاجرتی رخ نداده و برعکس مهاجرت از ایران به دیگر سرزمین ها بوده است. در اینجا من درباره این دلایل که مستندات صحبت میکنم و به مدارک مرتبط با آن اشاره میکنم. درباره خاستگاه مردمان هندواروپایی آریایی چند فرضیه وجود داره. یکی از این فرضیه که در ایران هم طرفداران زیادی داره، برخی فکر میکنن فرضیه اصلی است، فرضیه استپی یا کوپن. طبق این فرضیه در حدود 5000 سال پیش در استپای روسیه و اوکراین فرهنگی به نام یامنایا به وجود میاد که اون خاستگاه مردمان نخستین هندواروپایی میدونه. شاخه‌ای از این فرهنگ وارد از طریق اسوان شرقی وارد سیبری میشه در حدود 4000 سال پیش که اون هم خاستگاه مردمان آریایی یا هندوایرانی تصور شده. سپس این فرهنگ به سمت جنوب میاد، وارد آسیا مرکزی میشه، فرهنگ آندارنووا به وجود میاره و نهایتاً چنین فرض شده که از این فرهنگ، یعنی از آسیای مرکزی، مهاجرتی به سمت ایران و هند رخ میده و فرهنگ‌های آریایی رو در ایران و هند به وجود میاره. تحقیقات ژنتیکی، باستانشناسی، زبانشناسی همگی این مهاجرتی رو رد کردن و در اینجا به چند مورد آن اشاره خواهم کرد. از سال 2018 میلادی مقالات متعدد ژنتیک منتشر شده که تقریبا همه آنها فرضیه استپی را زیر سوال میبرند. یکی از مهمترین مقالات خصوصا درباره ایران مقاله خانم دکتر امجدی و همکارانش که در همین سال میلادی، یعنی سال 2025 در نشر نیچر منتشر شد. عنوان مقاله گویه همه چی است. دی باستانی بیانگر 3000 سال تداوم ژنتیکی در شمال فلات ایران از عصر مصر تا دوره ساسانی است، یعنی تقریبا از 5000 تا 2000 سال پیش. خب این عنوان کاملا نشون میده که هیچ مهاجرت گسترده‌ای به شمال فلات ایران در 3000 تا 3500 سال پیش رخ نداده. در خود متن مقاله نمونه‌های باستانی دوره هخامنشی و اشکانی مورد قرار گرفته و صراحتاً بیان کرده که در هیچ کدام از اینها تبار استپی وجود ندارد. در زمینه زبانشناسی مهمترین مقاله‌ای که در چند سال اخیر منتشر شده مقاله دکتر پل هگاردی و همکارانش که در سال 2023 در نشریه ساینس منتشر شد. این مقاله که با همکاری 80 زبانشناس مطرح دنیا و بررسی تمامی زبان‌های هندواروپایی انجام شده، نتایج بسیار مهمی درباره خاستگاه و مسیرهای گسترش زبان‌های هندواروپایی داشته. یکی از بخش‌های مهم اون که بخش نتایجه، یک جمله بسیار مهم در انتهاش نوشته که خیلی مرتبط با فرهنگ هندوایرانی است. در این جا نوشته شده که فرهنگ هندوایرانی با فرهنگ بالدو اسلاوی قرابت و نزدیکی زیادی نداره. بنابراین این احتمال که این فرهنگ در استپ‌های روسیه شکل گرفته باشه و از این مسیر گسترش پیدا کرده باشه رو ضعیف میکنه و در خود متن مقاله مسیر جایگزین یعنی ایران فرض شده، یعنی فرهنگ هندوایرانی از ایران به دیگر مناطق گسترش یافته. این یافته در زمینه زبانشناسی از اهمیت بسیار بالای برخورداره و خیلی از فرضیه‌های بیان شده را زیر سوال میبره. یکی از جامع‌ترین و مستندترین تحقیقات باستانشناسی در سالهای اخیر در زمینه مردم آریایی
کتاب 452 صفحه‌ای دکتر استانیسلاو گریگوریف، باستانشناس روسیه که در سال 2024 منتشر شد. در بخش چکیده آن به موضوع فرضیه استپی اشاره شده و بیان گردیده که هیچ داده باستانشناسی که این فرضیه را ثابت کنه تاکنون به دست نیامده است. در عوض بیان گردیده که مسیر جایگزین، یعنی خاستگاه اولیه مردم هندورانی آریایی ایران بوده و دلایل مستندات مختلفی در این زمینه، چه مثلا در زمینه سفال خاکستری، شیوه ترتیب فتوین و هر آنچه که به موضوع باستانشناسی مرتبطه در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته و اثبات کرده که مردم آریایی از ایران به دیگر سرزمین‌ها مهاجرت کردند.